سلام بچه ها، خوش اومدیم به چنلم. بریم که این هندونه رو با هم دیگه تمیزش بکنیم. خب اول تونر رو میزنم، بعدش با پد قراره که پاکش کنم. آره، یه حالی به پوستش بدیم و میکاپش کنیم دیگه. خب دارم بعضی ها برشش میدم که شما راحت تر باشین. خب حالا با فوم شستشو صورتشو کف کفی میکنیم و بعدش پاک میکنیم که بدرخشه. توی پوست معمولی هم اول با فوم اینجوری پاک میکنیم، بعدش تونر میزنیم، تمام آلودگی ها صورت پاک میشه. بعدش نوبت آبرسان و مرطوب کننده و بعدش کرم پودر. خب این فوم رو باید به صورت خودمون یا صورت مشتری خیلی آروم بکشیم و پاک کنیم که تمام آلودگی ها از بین برن. صدای ویدیو رو یکم بالا ببرم. خب بالاست. حالا این یه مرطوب کننده است، مرطوب کننده نیو هست مارکش. یکم میزنیم به پوست هندونه، نمیدونم تأثیری داره یا نه، ولی خب این از مرطوب کننده. حالا با این براش نرم پخشش میکنیم. بچه‌ها مرطوب کننده رو به پوست هایی که چربه زیاد نمیزنیم، به پوست های خشک بی آب کم آب میزنیم که قشنگ پوست رو آبرسانی کنه. خب این از مرطوب کننده. حالا نوبت کرم پودره. کرم پودر مارک اینلی هست. یکم میزنیم به پوست هندونه خانوم، بعدش با پد پخشش میکنیم. خیلی خوب، این هم اسفنجمون. میریم رو کارش. خیلی آروم وقتی به صورت مشتری یا خودمون میزنیم، خیلی ضربه های کوچولو ولی سریع میزنیم که هم مشتری احساس ناراحتی نکنه و خیلی آروم نرم بشه. خب اینم نتیجه کرم پودر. بعدش روش پودر زدم، ابروهاشو کشیدم و موژه رو گذاشتم همینجا روش ولی نمونه. یکم روش اسپری فیکس زدم. حالا نوبت سایه است. میدونه سایه صورتی خوش رنگ میزنم، شاینی بشه. حالا این یک چشمش. موژه ها رو فوت میکنی باد میبره. خیلی خوب. چرا سایه رو باید خیلی مرحله اضافه کرد، ولی خب چون روی صورت ایشون زیاد نمیمونه، من همینجوری سرسری ردش میکنم. سایه باید خیلی ملایم از رنگ های پر رنگ رو که میزنیم با رنگ خیلی کم رنگ ترش فیدش کنیم. فید باید کاملا انجام بشه وگرنه سایه خیلی مصنوعی به نظر میاد. یه دونه براش دماغ بکشیم. نمیدونم این ویدیو هندونه ها چرا زیاد وایرال میشن. امیدوارم مال منم بشه. امروز مجبور کردم گفتم هندونه بخرین قراره ویدیو درست کنم. میگم واسه چی میخوام؟ میگم خب بالا شما بخری. هندونه هم کوچیکش نبود بچه، این خیلی دراز بزرگه. خب بالاش رو پارچه زدم کوچیک نشون بده. موژه رو باد بود.
آره. خیلی خوب. حالا رژ لبش رو میزنیم. اول لبش رو طراحی میکنم. بچه خیلی سخت بود رو هندونه کار کردن، رنگش میرفت یه جاهایی، باید دوباره تمرین میکرد. خب دختر ادامهش رو خودتون ببینید، من کم کارایی دارم و از سر و صدا لذت ببرین. فعلا حتما سابسکرایب کنید، تو رو خدا حمایت کنید، خیلی ممنونم ازتون. این سبکای ویدیو خارجی هست که به زبان فارسی دارم درستش میکنم. خب خدا نگهدارتون. شما بقیه ویدیو رو ببینید.